و خبر اخیر از کشور این که فیصل بیگزاده به عنوان والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. آقای بیگزاده وعده سپرد تا در تأمین امنیت بهتر و تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای در هماهنگی با مردم فعالیت خواهند کرد. در این حال علمای دینی ولایت فاریاب به والی جدید این ولایت هشدار دادند که بدون مشوره علما هیچ تصمیمی را بدون راه اندازی عملیات‌های نظامی به تنهایی نگیرد. آنان خواستار تلاش بیشتر والی برای تأمین امنیت این ولایت شدند. و رویداد اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه. کشاورزان در ولایت بدخشان در بخش جمع‌آوری محصولات با مشکلات شدید کمبود تجهیزات زراعتی عصری مواجه‌اند و با وسایل بسیار قدیمی و بومی به جمع‌آوری حاصلات کشاورزان مبادرت می‌ورزند. کشاورزان می‌گویند استفاده از این وسایل ضایعات هنگفتی را به جا می‌گذارد. مسئولان محلی در ولایت بدخشان هم ضمن تایید این مشکلات کشاورزان تاکید می‌کنند که به زودی تجهیزات پیشرفته در اختیار کشاورزان سراسر ولایت بدخشان قرار داده خواهد شد. محمد قاسم نصراللهی پس از سفر به مناطق کوهستانی بدخشان این گزارش را فرستاده است. زراعت در این منطقه هنوز همانچنان عقب مانده است که کشاورزان برای کوبیدن خیرمن‌هایشان از گاو و از اسب استفاده می‌کنند. گفته می‌شود که در این منطقه از زمین اکنون برف می‌بارد و بسیاری خیرمن‌ها و زراعت اینها در فصل‌های طولانی سال و تیر ماه زیر برف می‌مانند. کشاورزان ضمن انتقاد شدید از دولت افغانستان و نهادهای امدادرسان میگویند تاکنون از وسایل بومی با مشکلات فراوان برای جمع‌آوری حاصلات استفاده میکنند و هیچ گونه توجهی به بهبود وضع کشاورزی صورت نگرفته است. خویرا میکنیم دموی جوزو ما مردم در قلبه میکنیم تکلیف میکشیم خوی نموی نمی زمستان شدگی این نمی اوای ابرد که نمی بارش و گیرش تر تبا و نمی را بسیار با مشکلات جمع میکنیم میگیریم حاصلات ما چیزی هم نداریم. خب حاصلاتی هم نیست که به حاصلاتی باشه که یک برآمد شده. 6 ماه ما زیر برف هستیم. هیچ کمکی هیچ بهاز معاونت طرف همین مردمی ملتی پسمانده نمیرسه. واقعیت این مردم 6 ماه میخورد در همین خانه بیکار است. هیچ کسب کمال نداره. والی بدخشان مشکلات کشاورزی در مناطق دورافتاده بدخشان را میپذیرد. او تاکید میکند که وضع کشاورزی در مناطق دورافتاده بدتر از آن چیزی که گزارش میشود. و می‌افزاید در تلاشند تا از طریق دولت و نهادهای امدادرسان تجهیزات حداقل را در اختیار کشاورزان برای جمع‌آوری محصولاتشان و وجه بهتری قرار دهند. فعلا در این منطقه که شما می‌بینید زراعت بسیار به شکل کلاسیک و به شکل بسیار قدیمی و تقلیدی پیش میره و ما در صدد ازی هستیم که ان شاء الله در آینده بتونیم به این سیستمی که زراعت در اینجا وجود داره این زراعت مکانیزه بسازیم، تخم‌های اصلاح شده در اختیار دیهاتین قرار بدیم و حتی ماشینالات در اختیار ازیا قرار بدیم. بدخشان از جمله ولایات بسیار کوهستانی دور افتاده در کشور است که باشندگان آن عمدتاً به کشاورزی و مالداری مشغول هستند. این ولایت همچنان دارای مناطق بسیار دور افتاده کوهستانی و دشوارگذر است که به دلیل سردی هوا راه مواصلاتی آن عمدتاً در 2 فصل به دلیل سرمای شدید مسدود می شود. رویدادهای ورزشی پس از یک وقفه کوتاه. و این هم چند رویداد خبری دیگر از جهان ورزش. تیم فوتسال تلویزیون آریانا بلخ در یک رقابت پرگل مدعی قهرمانی جام رسانه‌های بلخ را شکست داد و به مرحله نهایی راه پیدا کرد. در این دور رقابت‌ها تیم فوتسال آریانا بلخ با نتیجه 8-3 از صد تیم فوتسال تلویزیون کام گذشت و با 3 برد به مرحله نهایی راه یافت. در مرحله نهایی تیم فوتسال آریانا بلخ با تیم فوتسال تلویزیون آرزو روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش. جام رسانه‌های بلخ به مناسبت ماه رمضان در نیمه این ماه بین تیم‌های فوتسال 8 رسانه برگزار شد. این رقابت‌ها از جذاب‌ترین و پرتماشاترین رقابت‌های فوتسال در شب‌های ماه مبارک رمضان در شهر مزار شریف بود. در ادامه این رقابت‌ها که پس از عید پیگیری شد، تیم آریانا بلخ در یک رقابت پرگل مدعی قهرمانی جام رسانه‌های بلخ را شکست داد و به مرحله نهایی را پیدا کرد. در این دور رقابت‌ها تیم فوتسال آریانا بلخ با نتیجه 8-3
از صد تیم فوتسال تلویزیون کام گذشت و با 3 برد به مرحله نهایی را یافت. همچنان در این رقابت‌ها بازیکنان تیم فوتسال آریون بلخ نسبت به سایر تیم‌ها کمترین اخطار و هشدار از داور و هیئت تخطی دریافت کرده است. در مرحله نهایی این رقابت‌ها تیم فوتسال آریون بلخ با تیم فوتسال آرزو روبرو می‌شود. علت بردیم بچه‌ها زحمت که اتحاد و اتفاق ما برد. زحمت کشی بچه‌ها. واقعا بچه‌های ما هماهنگ بود. احساسات خدا رو بیان کرد. نمیتونم بخیر اول شدیم باز برتون احساس کنم. با آنکه از آغاز بخش اختصاصی نشرات محلی شبکه جهانی آریونا در بلخ و شمال افغانستان حدود 6 ماه می‌گذرد، اما این بخش نشراتی توانسته هم در بخش خبرهای مربوط به شمال افغانستان جایگاه خود را در بین مردم پیدا کند و هم در نخستین حضورش در رقابت‌های فوتسال بلخ به مرحله نهایی را یافته است. و قهرمان فصل گذشته لالیگا در دور رفت مسابقات سوپر جام اسپانیا با امداد روز جمعه مهمان قهرمان جام حذفی در نیوکامپ است. بارسا با پیروزی 5-1 مقابل رئال سوسیداد در اولین هفته لالیگا نشان داد که با اقتدار وارد مسابقات شده است و بالاتر از رئالی ها قرار گرفت که در اولین مسابقه خود به تساوی 1-1 مقابل والنسیا در برنابئو رضایت داد. و اوضاع جوی کشور تقدیم می‌گردد. بیننده های ارجمند سلام بر شما. با سپاس فراوان از تمامی همکارانم در استودیو توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل فردا آفتابی بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 19. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 34، پایینترین 19. مزار شریف همچنان آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 39، پایینترین 28. و جلال آباد نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 42، پایینترین 28. سرانجام کندهار نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 40، پایینترین 25 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. برای شما تقدیم گردید. بینندگان عزیز، این بود مهمترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان تا این ساعت که تقدیمتان شده است. توجه و همراهی شما و همکارانم در بخش